آیا طلب مرگ کردن جایز است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و من تبعهم باحسان الی یوم الدین. از انس، خداوند از او راضی باد، روایت است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: هیچ کدام از شما به واسطه بیماری که به وی رسیده است مرگ را طلب نکند. اگر حتما این کار را می کند باید بگوید: خدایا مرا زنده بدار تا زمانی که زندگی برایم بهتر است و مرا بمیران زمانی که مرگ برایم بهتر است. روایت بخاری و مسلم. دوستان عزیز، خداوند ما را امتحان می کند به آن مقداری که ما توان داریم. یعنی خداوند از توان ما زیاد ما را امتحان نمی کند و اگر وقتی که یکی از ما بیمار می شویم و خیلی رنج می بریم، هیچ وقت ما باید طلب مرگ را نکنیم و اگر این به تنگی آمدیم تنها فقط این دعا را کردن می توانیم. کدام دعا؟ خدایا مرا زنده بدار تا زمانی که زندگی برایم بهتر است و مرا بمیران زمانی که مرگ برایم بهتر است. یعنی پیامبر به ما می آموزند که هیچ وقت طلب مرگ را نکنید. چی سختی و چی مصیبتی که به شما می آید، هیچ وقت طلب مرگ را نکنید و اگر ناعلاج باشید، خیلی مشکلی وزمین باشد، تنها می توانید این دعا را بکنید. پس دوستان عزیز، این را در یاد داشته باشید. هر یک مصیبتی که به سر ما می آید، این موافق برداشت ماست. یعنی خداوند از برداشت ما زیادتر ما را امتحان نمی کند و اگر ما صبر کنیم این مشکلی برطرف می گردد و انشالله خداوند اجر می دهد به آن صبری که ما بر مقابل این مشکلی کردیم. پس در آخر دعا میکنیم که خداوند ما را از جمله صابران گرداند. سبحانك اللهم و بحمدک، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.